Hey guys, welcome back to another video with me. سلام بچه، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. امروز میخوام راجع به اسلنگ ها با هم صحبت کنیم. قبلا یه ویدیو گذاشته بودم اسلنگ ها وید کلمه با این بنده خدا. بله برید چکش کنید اگه هنوز ندیدید. امروز میخوام با این بنده خدا اسلنگ یاد بدم. Yes, five slang with this. So اگه دوست دارید اسلنگ ها رو یاد بگیرید تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب بچه‌ها، چرا نور میافته رو من؟ قراره که بهتون اسلنگ با اس یاد بدم. از کلمه اس. اسلنگ اولی که میخوام بهتون یاد بدم و خیلی خوب بهش دقت کنید. hard ass. بچه‌ها به آدمای نوشتم سختگیر و بدقلق میگن hard ass. noun هم هست، اسمه، یادش بگیرید. hard ass. با آدمای چی میگن؟ سختگیر و بدقلق. پس میگن hard ass. He lost his job because he had a bad habit of showing up a few minutes late every day and his boss was a hard ass. بچه‌ها یعنی میگه که اون شغلش به خاطر این از دست دادش که به خاطر اینکه عادت بدی داشت، مثلا چند دقیقه دیر میرسی سر کارش و رئیسش چی بوده؟ آدم سختگیر و بدقلقی بوده. به خاطر اینکه رئیسش آدم بدقلق و سختگیری بوده و این عادت هم داشته، شغلشو از دست داده. یه بار دیگه hard ass noun اسمه به معنی سختگیر بدقلق، اسلنگ هستش. مثال He lost his job because he had a bad habit of showing up a few minutes late every day and his boss was a hard ass. میگه شغلش به خاطر این از دست داد که عادت بدی داشت که دیر میرسید سر کارش چند دقیقه‌ای و رئیسش هم آدم بدقلقی بوده، سختگیر بوده، اخراج شده. پس hard ass. بریم با اسلنگ بعدی برگردیم. خب بچه ها، اسلنگ بعدی چی هستش؟ lazy ass معنی تنه لش. noun هم هست، اسمه. بله بچه ها، lazy ass یعنی تنه لش. تنه لش. It's not good to be a lazy ass person. So بلش کن. So پس lazy ass تنه لش، lazy person. ولی تو اسلنگ میگن lazy ass. بریم مثالشو با هم ببینیم. He just stays home watching TV like a true lazy ass. میگه فقط میمونه خونه مثل یه آدم تنه‌لش تلویزیون نگاه میکنه. یه تنه‌لش واقعیه. میگه مثل یه تنه‌لش واقعی تو خونه میمونه تلویزیون نگاه میکنه. پس lazy ass تنه‌لش. دقت کنید noun اینا بچه ها هیچ کدومشون adjective و صفت نیست، اسمن. yes اینم یادش بگیرید. بریم بعدی. خب بچه ها، اسلنگ بعدی dumbass. بله بچه ها، dumbass. این بیه خونده نمیشه، دامب نگید، dumbass یعنی اسکول، احمق و خنگ. سه تاشو میتونه معنی بده. پس dumbass person، آدم خنگ و احمق و اسکول رو میگیم dumbass. بله بچه ها، پس این اسلنگ فکر کنم اسلنگ سوم میشد که یاد گرفتیم. So dumbass. بچه اینا که دارم بهتون یاد میدم خیلی استفاده میشن. نمیدونم چقدر یعنی بگم استفاده میشن. خیلی. بچه ها مثالش example He never pays his debts. Only a dumbass would loan him money. debts. بچه این debts خونده میشه ها، این بیه خونده نمیشه. debts. قرض، بدهی رو میگیم debts.
میگه که اون هیچ وقت بدهیاشو پرداخت نمیکنه، فقط یه آدم اسکول یا خنگ یا احمق بهش پول قرض میده، وام میده. و میدید کجا استفاده میشه؟ dumbass. پس وقتی که قرض و بدهیاشو پس نمیده، یه آدم احمق و اسکول فقط بهش وام میده دیگه. یعنی کس دیگه میدونن که این پولشو پس نمیده، برای چی باید بهش پول بدیم؟ I mean why؟ So dumbass اسکول، احمق و خنگ معنی میده. و دوباره noun هستش. اینا همه اسمن بچه ها، نباید به من adjective و اینا استفاده کنیم. اینا noun هستن. بریم با اسلنگ. این نمیدونم صدای پرنده هایی که توی ویدیو میاد I'm so sorry، واقعا نمیدونم کدوم همزه اون پرنده داره. So dumbass. بریم اسلنگ بعدی. خب بچه ها، اسلنگ بعدی badass. badass دوباره نونه. badass به آدم گردن کلفت میگن badass. پس به آدم گردن کلفت میگیم badass. He's such a badass. خیلی گردن کلفت و اینا، ترسناکه، a little scary, bad tempered، یعنی آدم خشن و اینا، maybe violent, I don't know. خب پس badass یعنی گردن کلفت. حالا مثال میبینید That guy is such a badass. I'm a little scared to talk to him honestly. یه اون یارو انقدر گردن کلفت و ایناست که واقعا حقیقتا میترسم برم باش صحبت کنم، میترسم باش حرف بزنم. So badass گردن کلفت اسم نونه و اگزمپل هم که اینجا براتون نوشتم badass ادامه گردن کلفت gangster maybe I don't know. So بریم اسلنگ آخر، پنجمین اسلنگ رو با هم یاد بگیریم. Let's go. خب بچه ها، اسلنگ آخر با اس. بله اس. jackass بچه ها بیشتر من به حقیقتا فکر میکنم معنی عوضی بده. خب jackass you're such a jackass idiot I don't know باشه هرچی. jackass بیشتر معنی عوضی ممکنه بده، بی تربیتی دیگه. تمام اینا خوب نیستن دیگه، تمامشون خوب نیست. یعنی شما نمیدید به آدمه مثلا محسن و اینا بگید jackass، یا برید بگید badass، or برید بگید dumbass، lazy ass. نه اینا بین تینیجا خیلی استفاده میشه. حالا استفاده میکنن زن و شوهرها به هم ممکنه بگن نه اینا، ولی میگم دیگه باید با طرف صمیمی باشه تا بتونی از این اسلنگا استفاده کنی، یا همون اسلنگایی که بهتون یاد دادم با شت. اوکی بریم اینو یاد بگیریم که ویدیو رو تمامش کنیم. jackass بچه‌ها با آدم عوض میگم، هم عوضی معنی میده هم احمق. اگه سرچش کنید میزنه a foolish a stupid guy، پس هم معنی احمق میده هم آدم عوضی آشغال. خب مثال some jackass spilled his drink on my shoes. خب یادم احمق که میشه یه احمق، آره یه احمق یا یه عوضی جفتش میشه یه احمق یا یه جفتش بی‌تربیتیه دیگه، جفتش فوشه. یه عوضی و یه احمق نوشیدنیشو ریخ روی کفشای من، یا آشغال. یه عوضی یه jackass نوشیدنیشو ریخ on my shoes. spilled his drink on my shoes. پس jackass احمق یا عوضی و اینا معنی میده، یادم بیشور. بله همین بود بچه بچه این همه از اسلنگ ها با اس دیگه. خیلی زیادتر از این حرفان بازم سعی میکنم ویدیو راجعشون بسازم، احتمالاً پارت دومم داشته باشه 100%. بچه EDM هایی هستن که از این کلمه توش استفاده شده، یه ویدیو سعی میکنم با EDM هاش درست بکنم. این فعلا اسلنگ ها بود، به حالشو ببرید و یادتون نره که بقیه ویدیوهای چنل رو چک کنید، کامنت یادتون نره کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، دوستاتون معرفی کنید، هر کسی که میخواد یاد بگیره. خیلی بهم کمک میکنه. مرسی، ممنون. همین دیگه. I mean like always you got this.